وکیلان خدا معظمان با صدای بلند از نام پروردگار بندگان خدا را، آنانی را که ادعای بندگی و ادعای محبت و ادعای خوف دارند، برای عبادت خدا و خانه خدا صدا میکنند. انشاءالله امروز در دوره اذان صحبت خدا شروع خواهیم کرد. در ابتدا درباره فضیلت اذان صحبت میکنیم. واقعا اذان فضیلت‌های دارد که در دیگر اعمال بندگان دیده نمیشود. اذان بعضی فضیلت‌های دارد که نمازی که بهترین عبادت‌های خداست او فضیلت‌ها را ندارد. انشاءالله بعد از این در این مسئله صحبت میکنیم. حدیث متفق علیه است. امام بخاری و امام مسلم روایت نمودند از راوی امت حضرت ابو هریره رضی الله عنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبا. یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر مردم می‌دانستند که در اذان گفتن یا اذان را در مسجد شنیدن و در صف اول را اشغال نموده و نماز خواندن چقدر فضیلت است، چقدر نعمت خدا نهفته است، اگر برای اذان گفتن یا برای صف اول انتخاب نمودن خرعه پرداختن لازم میشد، خرعه‌ای میکردن. ببینید اگر بشرطی که این مردم بفهمیدن که چقدر فضیلت است، چقدر ثواب است در گفتن اذان یا در شنیدن اذان در مسجد قبل از وقت به مسجد یعنی آمدن و در صف اول ایستاده و نماز خواندن، اگر لازم بشید خرعه‌پرداری میکردند، مرتبه و منزلت مؤذنین یا شنیدن اذان در مسجد یا که صف اول نماز را گرفتند البته که به دست می‌آورد. در دوام حدیث میگوید که اگر مردم می‌دانستند که در تهجیر یعنی در اول وقت پیشین که همین نماز پیشین نماز جمعه وقتش وقت پیشین است و مسجد آمدن چقدر فضیلت چقدر ثواب دارد، مسابقه کنان به مسجد می‌آمدند. شتاب کنان هر قدر کوشش می‌کردند پیش از دیگری به مسجد بیاید. و اگر مردم می‌دانستند که در نماز خفتن و در نماز بامدادی که در مسجد ادا کرده می‌شود چقدر فضیلت ثواب خداوند گذاشته است، اگر باشد که پاهاشو کار نمی‌کرد، مثلا شل باشن یا مفلوج باشن، شکم‌ورقشون در مسجد می‌آوردند می‌رسوندند. ببینید اگر می‌دونن در نوبت اول کنه اذان می‌خواست پیغمبر. امام بخاری نامی در همون ابتدای در باب فضیلت اذان وقتی که صحبت می‌کند همون نامی همون باب نامگذاری می‌کند که حضرت سعد وقتی که اختلاف شد در میان لشکریان اسلام در قادسیه خرعه‌پرداری کرد. کاری که خرعه‌پرداری چی به روایت کدام مسلمان اذان می‌دهد. وقتی که درباره حضرت عمر صحبت می‌کردیم و حرب قادسیه را برای شما مفصلا بیان کردیم یادتون باشد. حربی که مسلمان‌ها الحمدلله فارس را شکست دادند، دولت ابوالفضل وقت را. حربی که مدت 36 ساعت طول کشیده است. 36 ساعت مسلمان‌ها حیدر هم یک لحظه استراحت و کرده جنگیدند. اما در همین قادسیه برای مسلمان‌ها اختلاف شد. هر گروهی معظم خلق پیشنهاد میکردند، هر کس دعوا میکرد که من میخوام اذان دهم، صدای من بهتر است، صدای من شنواتر است.
حضرت سعد بن ابی وقاص سرور لشکر مسلمانان بود، سرلشکر بود. امام بیهقی را به حدیث روایت کرده است. نزد سعد بن ابی وقاص مشکویت اومدن، هر کس اختلاف خیلی وقتی بود. سعد برای اون فرمود که وقت فضیلت از آن گفتم تا بحر است که پیغمبر این سخن گفت که اگر مردم می‌دانستند که در اذان چقدر فضیلت ثواب است خرعه پرداختن، از آن خاطر بود برای رفع اختلاف بعد آن خرعه پرداختی بگیرید. خرعه برای کسی که برآورد تا اینکه آخر الامر خرعه برای یک شخص برآمد از اعراب، همون شخص از آن آورد. ببینید چقدر فضیلت است، چقدر ثواب دارد. خب دو قضای دیگری حدیث که وابسته با نماز هاست، نماز پیشین، نماز خفتن بودو، انشاءالله ولی بعد هر کدام در نافذه خودش باید شرح توضیح می‌دهیم. خب حدیثی متفق علیه است. بخاری و مسلم از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: اذا نودی بالصلاة ادبر الشیطان وله دراس حتی لا یسمع الاذان. وقتی که اذان نماز گفته می شود شیطان میگریزد، شیطان مردم و شنیدن آواز اذان میگریزد، چنان به شدت میگریزد که حتی بادش میگوید. و بیر خیلی وقتی که به شدت میگریزد بادش در باری زیاد است، بادش بوده میگوید، از خطاش بادش خالیش میشود. ولی انشاءالله در این موضوع بسید ایال صحبت میکنیم. ببینیم میگریزد، چرا میگریزد؟ چرا از نماز میگریزد و از اذان میگریزد؟ ما گفتیم که اذان فضیلت‌های عبادت کرد، یعنی خاصیت عبادتی نماز ندارد. همون خاصیت همین گریختن شیطان است. در هنگام نماز خوندن شیطان نمیگریزد، اما وقتی که اذان گفته بشود شیطان میگریزد. چرا؟ علامه ابن حجر اسقلانی در شرح مشهورش فتح الباری خوابی چندین از علمای اسلامی را در این موضوع آورده است. چرا شیطان میگریزد؟ سبب گریختنش چیست؟ و بعضی روایات میگویند با او خاطر میگریزد این معلوم که فردا روز قیامت گواهی به اذان مؤذن ندهد. وقتی که مؤذن اذان میدهد هر کسی که صدای او را میشنود، خواه انسان باشد، خواه ملائکه باشد، خواه جن باشد، خواه شجر و خواه ملع باشد، خواه سنگ و خواه درخت، فردا روز قیامت گواهی به ایمان همین شخص میدهد، شهادت میدهند در نزد پروردگار و سلام بدهش. این معلوم با او خاطر میگریزد که از برای مؤذن گواهی ندهد، یعنی مؤمن بده صدای اذان گفت مردم را به نماز فرد. ببینید در بعضی روایات دیگر و از بعضی دیگر بزرگان میگن که گریختن شیطان از او خاطر است که از آن ابتدای نماز است، دعوت به سوی نماز است و به بهترین الفاظ با ذکر خدا، شهادت لا اله الا الله، شهادت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام می‌دهد. از همین خاطر شیطان میگریزد. برای شیطان شنیدن این صدا به نهایت مشکل است، به نهایت دشوار است. شیطان همیشه جان می‌کماند که مردم از نماز گریزاند، جان می‌کماند که مردم از خدا دور سازد، اما از آن مردم به سوی خدا دعوت می‌کند، از آن مردم به سوی مسجد دعوت می‌کند. از این خاطر شیطان مردم در قصد معرفت خدا دور خدا کرده و می‌گریزد. از علامه ابن جوزی نیز روایت ها آمده است راحت کردن مضمون که چرا شیطان میگریخته است، سبب گریختنش در چیست. میگوید از آن صدایی است که ملائکه هفت آسمان آن را میشنوند. از ما فقط دو صدا ملکوت میرسیده است. اول صدای اذان، ثانیا صدای قرآن خواندن بود. همین صدا را ملائکه ها میشنیدند در هفت آسمان.
از این خاطر برای شیطان بسیار گران است، بسیار مشکل است شنیدنش. ولی حضورات از همین خاطر میگه باد میبرارد تا اینکه اون صدای از اون نشنود، تا اینکه گوش صدا پر شود، از اون صدای گوش خراب شد، از اون مثلا عمل ناجایز شد، صدای از اون نشنود. بزرگداشت خدا را شهادت و وحدانیت پروردگار، شهادت و پیغمبری محمد صلی الله علیه و سلم، شهادت و دعوت به سوی نماز و رستگاری را نشنود. مقصد قول سخن‌ها زیاد هستند، اما یک همین فضیلت برای اذان بس است که می‌بینید شیطان می‌گیرد با مجرد شنیدنش. ابن جوزی می‌گوید غرض از گرفتن شیطان آن است که در نماز ریا نیست، در اذان ریا نیست. ببخشید بعضی از اذان نماز بگیم در اذان نماز را ریا نیست، کسی اذان را بر ریا نمی‌گوید، در صورتی که نماز با ریا خوانده می‌شود. چی بسا مردایی هستند که بر ریا نماز می‌خوانند، از شرم حیا می‌خوانند، برای خودنشانگی می‌خوانند، از همه خاطر هنگام اذان می‌گریزند. زیرا که وقتی که انسان عمل به ریا ادا کند، چنان حیبت خداوند در قلب شیطان نسبت به اون انسان در دلش جا می‌کند، در دل شیطان که شیطان می‌گریزد، از حرف می‌گریزد. اگر ما عمل به ریا کردیم شیطان جرأت نمی‌کند با ما راضی شود. متأسفانه سر تا پا در ریا و در کبر و غرور بوم است، از همین خاطر لقمه شیطان می‌خوریم، از همین خاطر در دسترسی شیطان قرار می‌گیریم. مادام که از آن به ریا گفته می‌شود، واقعا در از آن ریا نیست، از همین خاطر شیطان می‌گریزد. علی القاری میگه که وقتی که بالای خر بار میگیرن، هنگام حرکت همون بارش از خطا برمودن میگیرن. شیطان هم همون بار برمودن شدنی خاطر است که برای شیطان بسیار باری وزنین از شنیدنی از آن، پس صدا شیطان برمودن میگیرن. اما قول اصح آن است که اصلا درباره شیطان برمودن باد یکبار اشکال ندارد. قاضی گفته است که از بس که شیطان جسم دارد، از بس که غذا می‌خورد، استعمال می‌کند، پس برمودن شیطان باد از معقد شیطان هیچ مشکلی ندارد. اما در زبان عربی همین برمودن باد ضرورت به معنای شدت می‌آید، یعنی با سرعت ریختن می‌آید، به معنی اسراع آمده است. در بعضی روایاتی که امام مسلم همین حدیث آورده است، در اونجا ذرات آمده است، مثلا در بعضیش مثلا قصاص آمده است، قصاص آمده است، یعنی گوش‌ها را خوابانده دویدن، با سرعت ریختن. فاذا قضی الاذان فضرب، وقتی که اذان خلاص می‌شود رو برمی‌گردد می‌آید. فإذا قضي الأذان رجع برمجد یا أخبر، فإذا ثوب بها حد، و وقتی که تصویب گفته بشود کنموز رو میگریزد. اکثر علمان میگن که غرض از تصویب اینجا همه خامت گفتن است، اقامه نماز. در حال اقامه هم شیطان میگریزد. اگر شده که فقهای مذهب ما میگن که تصویب بین اذان و اقامت است. اذان مثلا 15 دقیقه پیشتر میگن، بعدا قبل از اقامه صلات مثلا کسی صدا میکنه که بیایید به نماز بیایید، همین تصویب میگن. اما صدا کردن و مردم بیدار کردن قبل از اقامت نماز هم تصویب است در نزد فقها. بعضی‌ها گفتند که همون قبل اقامت صلات گفته میشود کو قبل اقامت صلات در اقامت تصویب همون است. از بعضی‌ها روایت شده است که در نماز بامداد الصلاة خیر من النوم میگوید، همون تصویب است. اما قول اصح آن است که در اینکه اکثر علما میگن که غرض از تصویبی که در حدیث اومده است قامت نماز، یعنی قامت گفتن. هنگامی که قامت نماز گفته میشود شیطان میگریزد. فاذا قضی التصویب اقبل، و وقتی که قامت گفتن خلاص کردن بوم میگردن چرا میکنن.
حتی یختر بین المرء و نفسه یقول اذکر کذا کذا. در دل آدم وسوسه انداختن میگیرن، فلان کار به یادم بیاد، فلان چیز به یادم بیاد. تا آخر نماز شیطان انسان را در وسوسه میاندازد. فلان کار نکردی، البته فلان چیز فراموش کردی، باید اون کار را بکردی. بعد پرابلم‌های در نماز میبینی که در یاد پیش داری، کارو یک ماه بیشتر پیش نظر تو بدن میگه لعنتی. با خاطر چی؟ با خاطر اینکه نماز با حضور قلبی شخص ادا کردن نتونه. ابن حجر همیشه قصه حضرت امام اعظم ابو حنیفه را آورده است. ابن حجر از کجا میده؟ انما یعرف الفضل من الناس فهو، شخصای صاحب فضل بزرگ مثل خودشون بزرگان میشناسند. اگر شخص ابن حجر اصفهانی شافعی مذهب است، در فروعیات بین ما و بین شافعی مذهب اختلافات زیاد هستند، اما از بس که امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله را همچه یک شخص متقی، همچه یک شخص بزرگ قبول داشت، نقل امام اعظم ابو حنیفه را میکنند که بعد نزد حضرت امام آمده است گفته است که کمی چیزا داشتم در زمین در جای بوش کردم، قدر که فکر میکنم به یادم نمیرسم، نمیدونم در کجا بودم، همون جای که نموده کیاب از خاطر فراموش شد. چیکار کنم؟ حضرت گفت آخه ما فقیر هستیم، تا از شرعیات سوال کنن از کجا میدونسته در کجا بوش کردیم، اما دید که بسیار محضون شده شخص، اما گفت بهترون یک رو حالا کشان میکنم. شب از خواب بخیز رفته که دل خاصی شب سیکاری شد، طهارت کن و نماز کن. کوشش کنید با حضور قلب به یگان اندیشه دیگر اون به سوی خدا توجه به سوی رحمت خدا را رسانید. یگان چی در خاطر نگذار، همه خوش یاد به سوی خدا بیاد بخواد. انشاءالله خدا را مشکل تحل کنید. در بعضی روایات که در مناقب امام اعظم ابو حنیفه آمده است، در اون جدید اشارتی حضرت امام حرمیه است که شب و سحر نماز می‌خواند. اما قول ابن حجر از تمام اون روایتایی که در مناقب آمده است واضح‌تر است. این شخص می‌آید شبانه وقتی که دو پاس شب می‌گذرد برمی‌خیزد از جا طهارت بکند، بعد اون از سوی قبله در نماز در مناجات می‌شود. در بین نماز ما خواسته بشون می‌زنه که در جای کلام طرف رو بدرفته باشد. سراسیان شیطان میروان چیزا را میکنه میگیرد، روز دیگر پیش حضرت امام میآید، میگه یا حضرت گفتم باشه. خوب میگه که قصه که چی نباشد. این مرد میگه شب وقتی که اما در نماز خواندن بودن در رکعت اول دو خطبه بزرگی از این فرون درخ اون داشت. حضرت امام گفت من میدونستم که شیطان معلوم هرگز نمیگذارد که تو در رکعت نماز به حضور قلب بخوندی. اگر تو به حضور قلب بخوندی از تمام نعمت دنیا برایت افضل بود، قسم به خدا. اما شیطان هرگز نمیگذارد. میآید در دل جان میکنه بیان بود میزنم که در فروج امور کرده چی خدمه تیز برای تلاوت میکنی. میبینید؟ یختر بین المرء و قلبه یقول اذکر کذا و کذا. فلان شما میگه بیاد بیاد این مرد ما لم یکن یذکر حتی یظل رجل این یدی کم صلا. همه قدر وسوسه میانگیزه در قلب انسان که آخر الامر مرد گم میکنه، فراموش میکنه که چند نماز خونده است، چند رکعت نماز خونده است. کم جوانمردای یوف بشوند که در وقتی نماز خوندن در قلبشون همین شبهه‌ها وارد نشود که این چند رکعت باشد، رکعت سوم باشه یا چهارم. بسیار مشکل است واقعا. چرا؟ زیرا که شیطان هم وسوسه می‌انگیزد در دل. چی فکرهای در سر بیاید در حین نماز خوندن، همه این وسوسه شیطان است. متاسفانه حضور قلبی که نداریم، او قدر قرار هم نداریم. اکثر مردم بعد از نماز میپرسید که امام در نماز کدام سوره‌ها را قرائت کرده می‌داند. یک مرد پسرش امر میگیرد که باشم
نماز روز جمعه بوده است. در نزد در مسجد اومده باش وقتی که مردم نماز خواندن و خارج شدن خانه دعوت شده نام داشت از خونه کرد. بعد نماز نیم ساعت پس پسرش 3 کس همراهش گرفته بیاورد. میگه بشام مردم نگفتیم پیش مسجد نرفتیم رفتم نگفتیم گفتم آقیم یا رو عرض شد آخه خوب در سر نخواهم 3 نفر در نماز جمعه باشد. گفت یا پدر هر کسی که اگر این مسجد اومد سؤال کرده که همین ایمان در نماز خلاص رو قرائت کرد کسی نمیدونه و استثناء 3 نفر پس نماز خدا 3 نفر میاد همین حسب شکلی کنه. این وسوسه شیطانی است. از همین خاطر فضیلت از اون آموزه که همین شیطان معلوم همه دلیل است. چقدر فضیلت داره، چقدر بزرگی داره. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت می‌کند حدیث امام طبرانی در معاجم 33 آورده است. اذا اذن في قرية امنح الله عز وجل من عذابه ذلك اليوم. پیغمبر میگه وقتی که در اشراق صدای اذان صدا میدهد اذان گفته و مردم به نماز دعوت کرده بشود آشکار خداوند عذاب و غضب خود را از بالای او دیه و اهل او دیه همه حضور میکنه. عذاب خدا چی است؟ زمین جنبی. عذاب خدا چی است؟ اومدن مثلا سیل. عذاب خدا چی است؟ اگر عذاب خدا رو بیاره سرده نمیره بروی سری کنه. آبخیلی ها همین عذاب خدا هستند. بیماری ها دور شدن مردم از رحمت خدا کم شدن رزق و روزی وقتی که در مکان موضع در یک شبانه روز 5 بار صدای اذان اعلام داشته بشود و گفته بشود خداوند عذاب خودش از سر هم مردم دور می‌سازد. امروز شکایت می‌کنیم در موسم بهار و تابستان وقتی در اکثر دیهه‌های تاجیکستان نماز نیست در مسجد نماز تب میکنن بهانه‌شی رو با کار مشغول هستیم. صاحب اون کار خلاص صاحب اون رزق و روزی خلاص اگر تو عبادت خدا را صرف نظر نکنی بخور مگر صحابی‌ها کار نداشتن مگر زندگی نداشتن مگر در حیات نبودن در تمامی فراز و نشیب حیات رو مردم نبودن شروع ترک نماز می‌کردن شروع ترک جماعت می‌کردن در حالت جمع بارها را شما گفتیم که نمازش را ترک نمی‌کردن در صورتی که دشمن مواجه بودن. از معلوم می‌گردد که امروز ما در همین دسیسه شیطانی گرفتار شدیم. شیطان وسوسه می‌دهد که برای اشتکار شما می‌تونی نمازه اما یک شخص سالم و صالح پیدا نمی‌شود که در این مسجد باز کند و از آن دیگر مردم به نماز دعوت کند بگذار خودش تنها نماز بخواند. حسن بخدا فرموده بگو از منبر رسول الله در جنازه رفتیم بیان دیگه منتظر نماز جنازه در مسجد شیشته وقتی پیشیش رست کسی پروای پیشی نداره. یک نفر از مهمانا را گفته اذان دادن در مسجد درون مسجد نمازخوانی اومده همین کژدم پوست فرق است پوستی کژدم در نزد محراب من با چشم خودم دیده اخراج به احالتی ها بگه نسبت نماز باشد اگر یا اولاد زینده باشد در اون کشور لا اقل یک شخص جای اذان دادن لا اقل خودش با تنهایی در اون نماز شروع کنن انشاءالله خداوند عذاب و غضب شخصی اون محل دور میگیرن. اما وای سر افسوس که در فکر زندگی هستیم از تمکین روزگار در حراس هستیم اما از غضب خدا پروا نداریم از عذاب خدا پروا نداریم. قسم خدا اگر مردم همچنانی که از فقر تنگدستی و گرسنگی می‌ترسند از غضب خدا و از دوزخ خدا می‌ترسیدند هیچ داخل دوزخ نمیشه. همچنانی که از وزنی روزگار می‌ترسند از خدا می‌ترسیدند هیچ تنگ روزگار نمیشه.
خداوند بسیار مهربان است، اما ما به استقامت شده می‌کنیم به تاثیر پس از آن ببینید چی فضیلتی داشته است. از آن به خدا را از سر اهل اون محل دور می‌سازد است. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرزند حضرت عمر، فرزند رشید صحابه بزرگ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت می‌کند که یغفر للمؤذن منتهى اذانه و یستغفر له كل رطب و یابس سمع. مؤذن آمرزیده میشود گناهاش و مقداری که صداش میرود. هر قدر که صداش رسوتر باشد و بهتر بود، همون قدر گناهاش بخشیده میشود. و طلب استغفار میکرد از برای این مؤذن تمام اشیایی که صداش میشنود، هر کار خشکی که صداش میشنود، هر جاندار و بیجانی که صداش میشنود. الحمدلله که در شنیدن اشیای بیجان ما شکی نداریم، زیرا به حدیث‌های صحیح ثابت شده است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید ان بمکة حجرا کان یسلم علی لیالی بعثت. در مکه یک سنگ است که وقتی که خداوند را با پیغمبری مبعوث کرد بر من سلام می‌داد، الصلاة و السلام علیک یا رسول الله می‌گفت. هیچ اشکال ندارن از این که تمام اشیاء را ذکر خدا می‌کنند. پس دلیل نیست که طلب استغفاری همون مؤذن نکنند که خداوند گناهاش را مغفرت کند، گناهاش را ببخشد. این در مورد مؤذن ببینید چه فضیلتی دارد. از حضرت براء بن عازب صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت آمده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی الصف المقدم والمؤذن یغفر له بمد صوته و یصدقه كل من سمع من رطب و یابس وله مثل اجر من صلى معه. حضرت میگه خدا و ملائکه های خدا بر مسلمانان و نمازگزارانی که صف اول اشغال میکنند و میشینند سلام میفرستند. خدا و ملائکه های خدا بر صف اول نمازگزاران صلوات میفرستند. شما زیرا اونها کاری که معروف گذاشتند و نماز قبل از دیگران آمدند. با مقدار درازی آواز، رسایی آواز گناه‌های مؤذن آمرزیده میشود. فردا روز قیامت هر کسی که صدای این مؤذن شنیده است، خواه انسان است، خواه ملائکه است، خواه جین است، خواه حیوان است، خواه سنگ و آب و کلوخ است، همه فردا روز قیامت تصدیق میکنند. ایمان و با مقداری که نمازخوان در مسجد جمع میشود، اجر و ثواب در نامه اعمال مؤذن نوشته میشود. اگر فرضاً با صدای اذان او 1000 شخص در مسجد جمع آمدند، ثواب 1000 نماز در نامه اعمال مؤذن درج می‌شود. این فضیلت مؤذن هاست. ببینید چقدر فضیلت بزرگ. حدیث امام احمد با اسناد حسن روایت کرده است. در جای دیگر اومده است از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما، پسر حضرت عباس پسر احمد پیغمبر شان متصلات، که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود من اذن 7 سنین محتسبا کتبت له براءة من النار. هر کسی که 7 سال به خاطر خدا اذان میدهد، برای او خط آزادی از آتش دوزخ نوشته میشود. خداوند از دوزخ او را نجات میدهد.
شما باش و شرطی که 7 سال و خاطر خدا از آن مطلع شد. حدیث امام ترمذی روایت کرده است. جای دیگر روایت می‌کنند از حضرت عبدالله بن عمر من أذن 12 ركعة وجبت له الجنة. هر کسی که 12 سال به خاطر خدا از آن می‌گیرد برای میانه برای پروژه به خاطر خدا از آن می‌گیرد بر اون جنت خدا واجب می‌گردد و کتب له بتعظیمه فی کل یوم بتعظیمه فی کل یوم 60 حسنه و لکل اقامت 30 حسنه. هر روز برای هر یک از اونش 60 حسنه در مورد اعمالش نوشته میشه. برای هر یک قامت گفتگیش 30 حسنه. از این خاطر است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود المؤذنون اکثر الناس اعناقا یوم القیامه. مؤذن‌ها می‌گویند در روز قیامت در صحرای محشر بلندگردن‌ترین مردم، گردنشو از همه درازتر است. غرض از گردن دراز چیست؟ چرا بلندگردن می‌خواست پیغمبر صلی الله علیه و سلم؟ احوال زیادی اومده است. حتی در بعضی روایات اومده است که فرد روز قیامت به درجه هوا گرم است که مردم در آب و عرق خودشون غلطه میکنند. وقتی که آب به دهان مؤذنان میرسد اگر جلوه شیرن میگیرن طوری که همون عرق در دهنش نرود، در همون آب عرق خود غرق نشد. در بعضی روایات دیگر اومده است که مؤذن‌ها از همه بیشتر جمال مثال خدا را مقایسه می‌شوند. از همین خاطر گردن‌ها بلند میشه و از همه قدرش بلند میشه. اما حال اصل آن است که بلند گردن یعنی که سادات هستند، آدم‌های با آبرو و عزت، شخص‌های معتبر، پیشوا، همین شخص‌ها را بلند گردن می‌گویند. در زمان فارسی و تاجیکی ما نیست همین کلمه به همین معنی استفاده می‌شود. رحمتی پدر یک قصه می‌گوید. میگفت که در آن کلیسان مردم وقتی که گاو در ایام حسن بودن برای همون جمع کردن روغن خروط و دیگر ایام می‌رفتن، یک تنبیه‌ام یک کیسه نشست بعد کیسه چه هوایی زن نشسته دوسیه می‌کنه با ایام و نصیحت می‌کنه بخورد هم که میشن میگه بچه سرخوی بلند کردن بودن بیا او ایتو سرخوی بلند کردن بیا این بیچاره‌ام این موقعی فرزانگی را سرکشان نمیرد تصویص اثر مردم این موزایی میرد بعد میره جای آن که روغن جمع کنه و خروج جمع کنه و ذخیره زمستون را جمع کنه هر چی که جوشی دست گیری دست خیباک و روغنی زرد دیگر خوب دست شکی دست کتا شدیده از اون طرف مردم میبینم در خراب خامشوهای خرود بار کردگی و در خمبه‌هاش و روغنی زرد جمع کردگی میباید همش ذخیره قدیم اینا با همین باقی میرفتن مردم کلیسان بیچاره کبیر اگه سری رحمه باید بچه چند خرک میخواست برای بول آوردن میبینه که در خری پیشنگیش و 6 سوره در خری تفاقی شهره میشه دیگر خراب همه خالیبان ای پشت و دیستیم و این میگه میگه اون سیاه و شب و نمیتون که سرخوی بلند کردن بیایی اون میگه اما حالا سرخوی بلند کردن نشیدم این خفاقه ای دولا شدم حالا سرخوی بلند کردن نشیدم یکو میگه خوب در سرم که مقصد من اینو که سرت درم بیو شرمنده نکنی مردم که یک شرقه جمع کردن تو چه دو شرقه جمع کن مردم یک خرده خوب جمع کردن تو دو خرده کن رفتی که بخواه در طلب بشرمنده همین از اینها بلندگردن‌ترین مردم یعنی از سلطان هستند شخصای معتبر هستند شخصای بزرگ هستند زیرا که مردم به نماز میکنند اینها در مقابل شیطان هستند شیطان مردم به سوی گمراهی میکند به سوی ضلالت و بینوازی میکند در صورتی که مؤذن مردم به سوی نماز دعوت میکند به سوی خدا دعوت میکند
از این خاطر خدا را خوش می‌آید، خداوند دوست می‌دارد معظم ها را. حضرت عبای ابن عمر روایت می‌کند از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمود یعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي. خداوند میگه خوشش میآید از چوپانی که در سر کوها گاو و بالا شده چرانه و وقتی نماز کشد از آن میگه بعد از اون در نماز میایستد عبادت خدا را انجام میده. یقول انظروا الى عبد هذا، خداوند با ملائکه میگفته است شما نظر کنید به همین بنده من. انظروا الى عبد هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني. از ترس من، از محبت من این بنده از آن گفت همه چیز شاهد گرفت، بعد از اون عبادت من انجام داد، بزرگترین عبادت رو یعنی نماز رو خواند. لقد غفرت لعبدی و ادخلته الجنة. شما گواه باشید من گناههای من، شما گواهی دهید که من گناههای بنده را آمرزیدم و داخل جنتش کردم. وقتی که خدا وعده کند این الله لا یخلف المیعاد، خداوند هرگز وعده خویش خلاف نمیکند. پس اخلاق فضیلت دارد از آموختن و نماز خدا را انجام دادن. حضرت ابو سعید خدری از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت می‌کند که حضرت فرمود لو یعلم الناس ما فی تعظیمهم لتضاربوا علیه بالسیوف. اگر مردم می‌دانستند که از آن چقدر فضیلت ثواب دارد، شمشیر گرفته از برای امر وظیفه و منصب مؤذنی را اشغال کردن به همدیگر می‌جنگیدند. اگر می‌دانستند که این مؤذن چقدر مرتبه و منزله دارد، با شمشیر به همدیگر می‌جنگیدند. این قدر مرتبه و منزله دارد. و شما قصه کرده که خشوع مسلمان‌ها اختلاف شده در بین شد، هر کس زبان می‌کرد که از آن آمد بگید. امروز بعضی‌ها را التماس می‌کنید و بلند می‌شه از آن که او کسی دیگر می‌گه تو بخیر. هم مردم این مؤذنی نه که مرتبه و منزله دارد، نه که فضیلت دارد. باید بهترین قوم مؤذن باشد، باید خوش‌صداترین قوم مؤذن باشند. کسایی باید مؤذن باشند که وقتی که صداشون می‌گوید دیدی مردم گرم شود، مردم راضی شود از این نماز. الحمدلله که در ممالک اسلامی هر یک مؤذن بلند صدایی هست که میشنوی صداشون که گم میزند، از هر آهنگ زیباتر است آواز اذان، صدای اذان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لیؤذن لکم خیارکم، باید که شما را بهترین هاتون اذان دهند، خوش‌صداترین هاتون اذان دهند. انتخاب شدن حضرت بلال برای اذان قائل شده. ولی شما در موضوع ابتدای اذان شدن اذان که صحبت کردید و در این موضوع مفصل بزنید. و خاطر آن که حضرت بلال از همه صدا بلندترین بود، صداش بسیار بلند، آواز خوش داشت و پیش خدا محبوب بود حضرت بلال. شخصی که در اون حالت اذان و مشاهدت احد میگفت، سنگی و از دیر دران کسا در برای سینه‌اش موندن احد بود. پس اون مقدم است از برای الله اکبر گفتن. بهترین ها باید مؤذن باشد. مؤذن باید صدای رسا داشته باشد، صدای رسا باشد که خوشایند باشد، مردم دعوت کند. در کتب فقه وقتی که درباره اذان صحبت می‌رود میگن که چندین موضوع‌ها هست که هنگام غلط کردن در همون موضوع‌ها بدون کفر است. خدا نگهدار. گناه‌های عظیم دارد. اما متأسفانه قبول نشده. شخصی که مثلا سوریان نماز اذان می‌دهند برای اصلاح کردن اذانشون دست برای دست بگذارند. قبول ندارد. عیب است قسم بخورد. چرا ما در حیات خود در معیشت خود اینقدر حریص هستیم
اما در عبادت خود در توشه آخرت خود تا این درجه می‌رسید من تعجب می‌کنم. همین سخنایی که اصلاح نمی‌شود علاقه است که مسائل رفته است یا سخن بیهوده است و بوده این سفسطه است. یک توتی را وقتی که 100 با 200 با یک کلمه را تطبیق کنید شدیدن اما شخصی که عاقل باشد خداوند عقل شده است صاحب ایمان است اشرف مخلوقات است مثلا همون با تفسیر خواندن اذان با ترتیل خواندن با توسل خواندن اذان یاد نگیرد البته یاد نگیرد اما پروانه میگه همین به طور شرطی است. متاسفانه بعضا در بعضی از مسجدها شخصایی را معظم گذاشته شخصای اذان میگویند که از عهده همین وظیفه شریف و بزرگ نمیگویند جوابگو نیستند متاسفانه. پس کسی که جوابگو نباشد کسی که قاعده و قانون اذان را رعایت نکند باری بر حالش که او ثواب نمیگیرد فقط به روز قیامت در عقاب کشیده میشود. هر کسی که از عهده اذان گذاشتن نمیباید باید ندهد نه جو میگم این فکر است متاسفانه بعضی معذبه هستند که همون نه جو را همه را خطا میکنند اسلام همه بعضی‌ها صداشون به درجه گوشخراش است به درجه ناپسند است که باور کنه از شنیدن صدا مردم مداد میآید. از کجا می‌فهم شود؟ از کجا رسول مسجد شیطان میآید؟ این مردم خدمت رسالت در اسلام میکنند. هر کسی که همین وظیفه معذوری را فهمید که شریعت پذیرا داشته است میل را میخواهد بکنه در عمل کوشش کنه اما از اون تا می‌ذاره در پیش یک قولی بشه می‌ذاره جوهای غلط اصلاح بده اما هر کسی از عهده این همه باید بهترش نکنه در جان خود در جان دیگران جمع نکنه. اگر بشرطه که از اون بسابای خوش بوده شد که خیلی همه را جان میکنه حیات بوده اما اگر از اون خوش بوده کشش میکنه که زد بوده زن از اون تریتوریا. حضرت مولوی قیصه وارد است در مثنوی شریف یک معظم داشت بس آوازی بد در میان کافرستان ماند چند گفتندش مکن بانگ اذان و چند گفتندش مکن بانگ نماز که شود کین عداوت‌ها دراز. یک معظم بسیار بد آواز است آوازی بد دل جگر آدم را پاره میکند. شاید سعدی اگر هم باداواز وقت قصه میکنه در والله عالم در لیسان است میگه گویی رگی جان میگسیلد زخمه ناسازش ناخوشتر از آوازه مرگی پدر آوازش. وقتی صداش میگه میگه که میگه رگی جان کندشی آوازش از آوازه مرگی پدر ناخوشتر آوازه مرگی پدر خوب ناخوشتر. کسی را برای پدر نزدیکی داشته چقدر روی ناخوشتر چقدر مصیبتی گذرده صدای این میگه از همه آوازه مرگی پدر ناخوشتر. همین خیلی معظیم میرسد در یک دیهه‌ای که در کافرستان بود است در دارالحرب تصور کنید که همه مردم کافرها در میانشون یک دیهه مسلمانان اینه خود که بشارو مردم لباسش میگن که بشار تعمیل بالا نگو فقط در درون یک مسجد که از آن هیچ پایه است صدا تبونه نگید در آن شیره و حلوت نشود. چند گفتندش مگو بانگ نماز که شود کین علامت‌ها دراز او ستیزه کرده قصد احتراز گفت در کافرستان بانگ نماز. بعضی آدم یک روی ابله هست هر قدر نصیحتش می هم قدر زحم میکنه در کار. یک روز خیلوت دید در مسجد کسی نیست برای مادرها بومد و تمام همه آوازی ناخوشی صدا داد از آن گفت خلق خواهی شد زی فتنه عامه مردم ترخش کنید آب شدن باز با سر مادر بود خلق خواهی شد زی فتنه عامه خربی آمد کافر با جامعه شمع حلوا با شیان جامعه لطیف جمله آمد دبی آمد چند علیف
ترسان که این معظیم کو کجاست، که صدا و صوت او را حفظاست. همه در تفس حالت کنه یک کافر یا نشار کافر کتابی باشد، یک برچه را بیتست در برچه را جامعه بستگی رو خیلی حلوا داره و با شعب بیتست زمان پیش شلو نداد اما شعب بیمایت قیمت رو حتی شعب بیرون نمیکرد معلومی سردمان شعب بیرون میکرد حیده اوارست اومد با هزار آزرگاهی که با اون معظیم رو بیشون میده در آوازش سرکن در آوازش بسار فورا بات و معقوم در آوازشون میده حیانش من نادوه یکی جایی صدای او رو حفیظا است از صداش حیوان حدو بیتوران بگرزه بعد این مردک شرح در وقتی تعجیب مردم دید دختر دارم لطیف و بس خبیر آرزو میبود او را مؤمنی هیچ این سودا نمیرفت از سرش خنده ها میداد چندی کافرش یک دخترک دارم میداد نور چشم بسیار دختر صالحه دختر خوبه آرزوی اسلام در اینش باشه همین دعوا را باشه که سمانشان همین خلق کافر را پیدا کردن این خلق همون کششا را برابر کردن نصیحتش کردن هیچی سودا از سرش دور نشید در دل او مهر ایمان استاد همچون اجبر داد آن هم من چدود از همین اون که من بداد اومدم شرمدن بشم مستقل این لعنتی بود کفرا ایمان آوردن مسلمان شدن بود شرمندگی به حساب هیچ چاره می ندانستند در آن تا فرو خواند این معزین آن از آن در علاج کار رو دیگه مستر ماند من که ناخواست همین مردک رحمتی آدم گفت خر چیست این مکروه بانگ که بروش آمد این به چاردان در همه امر این چنین آواز زیشت هیچ نشنیدم در این دیل و کنیشت دختر میگه در تحریمه قلبید و شما که آواز خانه چی باشم این از رعد آواز سرای بیزیتر در حیاتون در این موضوع هایی که آواز خانه که بلد کلیمه نشنیدم این چیزا رو باشم خواهرش گفتش که این بانگ از آن هست اعلام و شعار مؤمنان خواهر امر خواهر میشه اصلا در زمان توصیح خواهر که بودن هم خواهری مزد میشه خواهری خوب امر خواهر گفتی همون صدای دعوت مسلمان که همدیگر رو کنماز دعوت میکنن خواهرش باورش نامد بپرسید از دیگر اون دیگر هم گفت آفرین کنم باوریش نامد گفت که فرد بیتونی اسلامی مسلمان دین به این بزرگی خطاب به این لذت چه بهتونی مثلا مردم ها کنم باز همین صدای کنه دعوت کنم هیچ باورش نشد یک کسی دیگر سوال کردن بله جوری تلبس بکن این شعار مسلمان از اون شعار مردم دعوت بکنم رسول نماز چون شنیدی را دیدی او سرد شد چون شنیدی را روحی او زرد شد از مسلمانی دیدی او سرد شد راحت هم این بود از آوازی او هدیه آوردن و شکر آن مرد کو وقتی صدای همین مردک شدید گفت دیرش اسلام کنم شد دیگه دعوا نمیکرد من مسلمان بشم راحت منفعت من همین میگم نباشه خدا و شکوی رو پیش رو بزرد ایران خاطر هدیهش آوردن بشو بوده شده اومده کاری رو رسم بکرد گردمال و دک ثروت فردمه من دهانش رو پر از زر کردم اگر زور برد برسید من ثروتمند بشیم که همه کیلو میکرد و حضرت مولوی میگه هست ایمان شما زرق مجاز راهزن مانند آن بانگی نماز احتیاط که مسلمان را کاری نکنید ایمان شما اسلام شما مثل همون صدای
آواز معزی بدآواز راهزن شود، مردم از ایمان دور کنند، مردم از اسلام دور کنند. شما باید در مورد عبرت باشید. وقتی جای دعوت که ما الحمدلله مسلمان هستیم باید طرزی رفتار کنید، طرزی معاملات داشته باشید که مردم دلشان خون بزنند، مردم آرزو کنند که ای کاش ما مسلمان بشیم. مردم باید رفتار اسلام داشته باشند. اما وقتی که مغز رو دسترسی کردیم، وقتی که با سخن خود خواهیم نباشیم، وقتی می‌دانیم که خداوند دروغ حرام است از دروغ میگیم، وقتی می‌دانیم که حق مردم خوردن حرام است از ترازو میزنیم، از بیت میزنیم، وای با آن که ایمان ما در این صورت راهزن میشه و مثل همون بانک از آن معزی و بدآواز بدخواه مردم را دور می‌سازد. چی با سخنهای احمق بی‌فراست هستند که میگن اگر ملو هم خیلی باشه یا خواهی خیلی باشه از ایمان شدیده یا از حرام خود از کاری مطلع خود دست نمی بردارم. این یک مصاحبه بود چندی از عالمان مسلمان و خشیش‌های مسئولی‌ها را دعوت کرده بودند، از جمله از کلیسای پروسلوی و کلیسای کاتولیکی که در تاجیکستان واسطه نماینده‌ها بودند. بازی هم نفر دیگر نمی‌دونم از کدام کلیسا بود. بعد بیش از این همراه برادران صحبت کردیم. همراه‌های ما دو معروف العلومشون عبدالبصیر بود. صحبت کردیم تا همون شروع شدن مصاحبه در سرایاست آیه و کارهای دین. بعد سؤالشون کردن گرفتیم از انجیل کم تحقیق کردن و خواستن گرفتیم. خود به حالی رسید که یکیشو جواب بزنه بتونه از اینجا سخن گوید و یکیش وقتی که بیرون اومده بسیار اظهار خوشحالی کرد. من نمیدونستم که ملوهای مسلمان با همه سلام در سر بود. چرمپوش‌ها انجیل میخونن، از انجیل مخبرن، هم برودن مطلب الحمدلله ما به انجیل ایمان داریم. البته ما به همون انجیل ایمان داریم که با عیسی علیه السلام اومده است، در صورتی که همون انجیل امروز در دست شما نیست. شما انجیل‌های را بوده که آیا 100 سال بعد دیگران نوشته‌اند. انجیل را که حضرت عیسی در انجیل متی اومده است که در انجیل متی دیها و دیها و کوچه و کوچه و سینگاگ و سینگاگ گشته و مردم را تعلیم می‌داد. همون انجیل کو او انجیل در دستش شما نیست امروز. متاسفانه ما به همون انجیل ایمان داریم، این انجیل رو میخونیم برای اون که تحریفات رو برای شما نشان بدهیم، کجداری و کرداری رو نشان بدهیم. باید بخونیم زعفش کرد واسه که ما از قرآن بخونیم. الان میخواد خطایی کنیم. اگر تو باشد که از قرآن و خبر بشتی شاید خداوند هدایت بکرد مسلمان بشی. قصه بیچیسا علی پولس رو خدا گفته والله اعلم پولس فی خلاصی و خلاصی اما در اون کشیش مقابله پروسلم در این نشانه وقتی که از اسلام مخبر شد الحمدلله سال 1999 ایمان آورد مسلمان شد. پس باید در همه عمل در همه کار مسلمان پیشرفت باشد. مسلمان باید دروغ نداشته باشد. مسلمان باید غیبت نکند. مسلمان باید بسیار برادراش الکال باشد. مسلمان باید در طلب علم همیشه خوشحال باشد. زیرا این قدر تحقیقی که در اسلام اومده است باور کنید در یگان دین دیانت در هیچ جامعه و در هیچ حرکتی نیست. در کدام دین اومده است که پیغمبرش گفته باشد طلب علم برای شما فرض غیر اسلام. در کدام دین اول امری که خداوند میگه اقرا بخوان اجازه. در کدام دین میگه که خداوند درجه و منزلت کسایی را که صاحب این مذهب بلند می‌گردد. در کدام دین از این اسلام؟ اما امروز از همه بی‌سوادان مردم شده. پس امروز ایمان ما دعوای مسلمانی ما باعث گمراهی دیگر مردم میشد. و دعوای کمونه مسلمان میگن ما بنده خدا هستیم. مسلمان کسی میگن که بنده خدا باشد، بسته و تابع اوامر خدا باشد. در صورتی که نعوذ بالله بعضی ابا خوش خوب میکنن، بعد شراب میکنن،
نماز نمیکنند، زیناخوری میکنند در هر قدم خودشان. اگر همین تاجیکان مهاجر اینا که در روسیه کار میکنند هم از خالق میشدند، هم در راه درست میشدند، اصلا خدا نمیرسید مسلمان بشید. اما متاسفانه اما خراب را میبینند، احمقا را میبینند، زیناخوارا را میبینند. بعد روسیه هشبام شد زن خدا تفرقشا در روسیه میگن وقتی اینا دعوای مسلمانی میکنن، میدرسیش میگه الحمدلله مسلمان هستند. پس این اسلام یا اسلام نکرد دستن حجت نیست در این صورت بگم. از همین خاطر باید با همیشه رهنما و هدایتگر باشیم برای مردم. این بود صحبت شب در موضوع فضیلت اذان و فضیلت معزین و درباره اون که معزین باید بهترین خم باشد، معزین باید خوش‌آوازترین خم باشد. متاسفانه خواری‌ها در تعلیم قرآن بسیار کوشش و خرج می‌دهند، اما در همین موضوع اذان گفتن، اذان به صدای رسول فوران گفتن بسیار کم اهمیت می‌دهند. چه بسا قاری مرتب هستند، چه بسا قاری اشکال هستند که قرآن را بغلط میخونند. الحمدلله در اذان گفتن که عملی یک چند کلمه است. مثلا این اذانی که مروج است الحمدلله ما قبولش داریم، اکثر مسلمان‌های عالم قبولش دارند، عملی 15 سطر و به عربی 15 کلمه‌اش میگه. اگر الله اکبر یک سطر بگیم پس 4 سطر الله اکبر میشود، 2 سطر اشهد ان لا اله الا الله میشود، 2 سطر دیگر اشهد ان محمد رسول الله میشود، 2 سطر حی علی الصلاة و 2 سطر حی علی الفلاح. اگر جمعش کنیم 15 سطر میشود. همین 15 سطر غلط بخونند، زیرا اعتبار نمیکنند، زیرا اهمیت نمیکنند. اصلا همین معزین میراثی نیست، از قدر و فضل نمیگذارد. معزین کسی باید شود که صدای خوب بشنوده باشد، معزین کسی باید شود که شخصی با تقوا باشد، زیرا معزین امانتدار وقت است. این الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. خداوند در قرآن می‌فرماید که بدرستی نماز از برای مسلمانان فرض وقتی است. با وقت مقیدش کرده است خداوند. معزین ضامن همین وقت است، محتمل است، امانتدار وقت است. امام ترمذی روایت می‌کند از حضرت ابو هریره که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود الامام ضامن، امام ضامن است و المؤذن مؤتمن. معزین امانتدار است، امانتدار وقت است. بعد دعا کرد برای اون که این شخصی که ضامن نماز است و این شخصی که امانتدار وقت است گمراه نشوند. اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنین. پروردگار گفت امام‌ها را رشادت ببخش، امام‌ها را در راه اسلام درآر، مرتبه و منزلت را بلند کن، عقل و فراست را زیاد کن و پروردگار گناه مؤذن‌ها را بیامرز. به خاطر آنکه امانتدار وقت مردم هستند، امانتدار وقت نماز هستند. معزین باید بالاخره 10 دقیقه پیشتر اذان می‌کند و استثنای نماز شام دیگر اذان‌ها عادتا باید در وقت گفته شود. میاد در مسجد همه 6 دقیقه دیگر نماز از شام 18 رسول است، میپرسند که در اون کس اذان گفته است. نه، و وقتی که این قدر فضیلت داشته باشد، قدر ثواب باشد، قدر نمی‌رسه باشد تصمیم. هر یک معزین مسجد باید که جای‌نشین داشته باشد. اگر بالفرض یک کاری بروند سریع وقت آمدن رسیدن نتونست، جای‌نشینش از جانب او اذان میاد تا اینکه فتنه‌ها برپا نشود.